مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با محمد جان رحیمی. جواب عینی و مکتوبی رحیمی. 13 ماه 3 سال 37 سمرقند. رفیق رحیمی، مکتوبی 3 مارت نوشته تان رسید. برای من پکریشکه لازم نیست، زیرا همان پکریشکه های فرستاده تان کفایه است. به من رمین لازم است. رمین هر چقدر بسیار باشد همان قدر خوب است. کمش 3-4 عدد، زیرا این چیز زود زود خورده و کنده می شده است. رمین را اگر یگان کس از آن خودی آمدنی شود به یگان چیز بسته دستی فرستانید هم می شود. 4 عدد آن تخمینا 400 گرم می آید، یعنی 1 قداق. دیگر به همه سلام خصوصا به رفیق حمدی. داروها دوامت داشته باشند می؟ قوتشان به چی درجه است؟ اینجا دارو را به خوقندبای هم فرمودم، وی هم نفی کرد. می گوید که در 3 روز اسب برین شدم و حال آنکه احوال آن کس بسیار بد شده بود. به سلامی رفیقانه عینی. 250 سوم که از طرف لیتفاند 28 فوریه فرستاده شده بوده است، 9 مارت رسید. عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. با محمد جان رحیمی. 29 ماه 3 سال 37 سمرقند. رفیق رحیمی، تلگراف شما را گرفتم. معلوم می شود که شما حکایه مرگ سودخور را با دقت نخوانده اید، وگرنه در آنجا چیزی نبود که نه به شرف شما و نه به شرف پدر شما برخورد. من اگر مانند رحیم قند پدر می داشتم فخر می کردم. پدر من هم آدمی فقیر بود، اما به در خانه کسی خدمت نکرده است. اما پدر شما مجبور بود که هر شب به هر کس با مزد ناارزنده خدمت کند
و با همه این شکمش هم سیر نشود. پدر شما در آن حکایه از قطار قهرمانهای مثبت پلاژیتلنی می باشد و درست است که پدر شما نماینده شدن همان گونه آدمها را رسید. اگر مثل آن آدمها بسیار نمی بود و از آن تیپ مخصوص پدر شما می بود، من هیچگاه در آن خصوص چیزی نمی نوشتم. نویسنده باید تیپ‌های آدمان بسیار را دهد، نه شخصان منحصر و فرد را. با آن جمله‌ای که شما گفتید این به قلم شما مناسب نیست، من راضی شدن نمی توانم. چرا مناسب نیست؟ مگر وی آدم نبود؟ و حال آنکه نویسنده هر چیزی را که اگر آدم هم نباشد اهمیت اجتماعی داشته باشد نوشته می تواند. پدر شما صنعتکار آن زمان بود. احوال او نظر جمعیت فیادالی را به اهل صنعت به خوبی نشان می دهد. نویسنده ای که حکایه های تاریخی می نویسد باید از هر طبقه نماینده ها نشان دهد. من که همیشه تیپ های ریال را به کار می برم و در موضوع های تاریخی نام های ریال کار می فرمایم، اگر به فکر پسران آدمان همراه شوم باید چیزی ننویسم. خیریت که پدر شما از جمله قهرمان های مثبت است. اگر فرض کردیم که منفی هم می بود، اگر راست می آمد می نوشتم، زیرا مادام که من از تاریخ می نویسم پس چی را نویسم؟ من بسیار تیپ های منفی دارم که فرزندان آنها امروز از فعالان سویتی اند. یک آدم فرض کنیم که بد باشد، اولاد وی هم ابدالآباد بد نمی شود. پارتیای کمونیستی و حکومت سویتی فرزند آدمانی بد آن طرف استد. از خود همان آدمانی بد هم بسیار آدمانی فعال سوسیالیستی را ساخته برآورد. یکی از کارهای معجزه نمای زمان ما هم همین است. معلوم می شود که بعضی رفیقان با شما شوخی کرده شما را شوراندند و شما هم مجبور شده اید که این تلگراف را نویسید. من گمان دارم با شما هم اندک اثری سادگی پدرتان گذشته بوده است. شما گفتید که هر کس هر گونه معنی می دهد. اگر کسی به چیز نفهمیده یا قصدن معنی غیر مطلوب را دهد، من جوابگر نیستم. این معین است. اما یک جای تلگرافتان را هیچ نفهمیدم. شما نوشته اید که همه اپیزودها را برارید. می بخشید که این جمله را هیچ نفهمیدم یا اینکه در تلگراف غلط رفته است. هرچی هم باشد به من نامفهوم ماند. سلامت باشید. به سلام رفیقانه عینی. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوصی علمی و ادبی اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشید. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت